قبل از اینکه این مدیتیشن رو شروع کنی یه لحظه مکث کن. نه برای تمرکز کردن، نه برای آروم شدن، بلکه فقط برای شنیدن. بیشتر ما فکر میکنیم شکرگزاری یعنی تشکر برای چیزهایی که داریم. اما این 7 روز قرار شکرگزاری رو به جایی عمیق‌تر ببره. به جایی قبل از خواستن، قبل از تلاش و قبل از درست کردن زندگی. در این مسیر 7 روزه هر روز فقط یک کار انجام میدی. قدردانی، نه از روی اجبار بلکه از روی حضور. نیازی نیست حالت خوب باشه، نیازی نیست ذهنت ساکت باشه، نیازی نیست چیزی رو باور داشته باشی. فقط بیا، بنشین و اجازه بده شکرگزاری آروم آروم تو رو به خودت برگردونه. اگه آماده ای از همین لحظه شروع کن. سلام دوستای خوبم، خوش اومدید به روز 6 از سری مدیتیشن آگاهانه 7 روز شکرگزاری. شکرگزاری امروز برای آگاهیه، برای اون چیزی که قبل از فکرها بوده و بعد از اونها هم هست. هر وقت آماده بودی یه وضعیت راحت پیدا کن. میتونی روی زمین یا روی صندلی بنشینی. یه نفس عمیق بکش و با بازدم خیلی آروم چشمهات رو ببند. از این لحظه استفاده کن، از این مکث کوتاه، تا توجهت رو از صداها و تصویرها برگردونی به درون. بدنت رو رها کن، نفست رو نرم کن و اجازه بده این لحظه به آرومی در وجودت جا بگیره. جریان نفست رو حس کن که میاد و میره، بدون تلاش، بدون کنترل. عمیق دم بگیر و وقتی بازدم میکنی بذار نیاز به فهمیدن آروم آروم کنار بره. حالا توی این سکوت حواست رو بیار به آگاهیت، اون آگاهی که همه چیز رو میبینه، نه چیزی که باید درستش کنی، نه چیزی که باید تقویت بشه، بلکه چیزی که همین حالا و همیشه حاضر بوده.
بذار قلبت الان صحبت کنه. خیلی آروم توی سکوت با صدای آهسته بعد از من تکرار کن. شکرگزارم برای این آگاهی. آگاهی که حتی وقتی گیج شدم همراهم بود. شکرگزارم برای حضوری که هیچ وقت منو ترک نکرد. حتی وقتی حواسم پرت شد، حتی وقتی فراموش کردم. اجازه بده این شکرگزاری آروم آروم در سکوت حل بشه. چند لحظه در این آگاهی آروم بگیر. اگه فکری اومد بذار بیاد و رد بشه و تو همچنان ناظر باقی بمون. حالا در دلت بگو شکرگزارم که من اینجا هستم، در این لحظه. نه به عنوان یه نقش، نه به عنوان یه داستان، بلکه به عنوان شاهد، ناظر و آگاهی محض. چند لحظه در این حضور بمون، بی حرکت و بی نیاز، بدون عجله، بدون نتیجه گرفتن و بدون تلاش برای تجربه‌ای خاص. آروم آروم آگاهیت رو برگردون به بدن فیزیکیت. با تکون دادن خیلی ملایم انگشت‌های دست و پات حرکت رو به بدنت برگردون.
و هر زمان آماده بودی به آرومی چشمهات رو باز کن. سپاسگزاریم از شما عزیزان برای همراهی ما در 6مین روز از 7 روز مدیتیشن شکرگزاری. از همینجا شما رو دعوت می‌کنیم تا در آخرین روز این مدیتیشن هم ما رو همراهی کنید. در آرامش باشید.